ایستادن پای نظام، پای انقلاب، پای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. درود و سلام خدا بر همه این بانوان و شیرزنان علوی و زهرایی و زینبی. خدا رو شکر میکنیم که این روزها توفیق داریم یاد خدا رو از شهر مقدس قم و از جوار بیبی جانمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم میکنیم و دوستانی که برنامه‌های ما رو دنبال کردن انشالله امروز هم عنایت بفرمایید، همراهی بکنن. استعانت میگیریم از آیات نورانی قرآن و پیوند میزنیم به قیام نورانی و خونین سید الشهدا تا انشالله برای هممون درس باشه، عبرت باشه و انشالله این مسیر رو با قوت و قدرت ادامه بدیم. لطفاً همراهی بفرمایید. دوستان عزیز و گرانقدری که برنامه ما رو دنبال میکنن میدونن که ما بر اساس آیات نورانی قرآن میپردازیم به درس‌ها و پیام‌های قیام نورانی امام حسین علیه السلام و باز هم توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت باشیم و انشالله از بیانشون استفاده کنیم. آقا خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام بعد از شهادت ابا عبدالله و اسارت فرزندان ابا عبدالله الحسین رو انشاءالله همراهی بکنیم با کاروان اسرا، گام به گام پای خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها درس استقامت و صبر یاد بگیریم انشاءالله. ممنونم. خب ما با استعانت از آیات نورانی قرآن و مبتنی بر درس های عاشورا بحث کردیم. سوره مبارکه انفال آیه 6. دوستان خوب بیننده با این آیه آشنا هستن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این آیه مقدسی که بر روی آرم سپاهیان ما، پاسداران ما هست و مدد میگیرن، همیشه کمک میگیرن از همین آیه و آنچه که امروز قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست به واسطه همین اتکایی که به خدا و اهل بیت و قرآن عزیز داشتن. خب ما طبق روال همیشگیمون ابتدا این آیه رو شما قدری برای ما باز بکنید و جزئیاتش رو بفرمایید. حالا تو بخش بعدی باز هم سوالاتی دارم که عرض کنم. ببینید این صفحه رو اگر عزیزان باز بکنن، جزء 10 سوره انفال صفحه 184 حزب 19 از ابتدای صفحه رو نگاه بکنن، خدا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یه قاعده رو، یه سنتی رو خدا داره بیان میکنه که هیچ جامعه‌ای تغییر نمیکنه، این تغییر همینجور از آسمان نمیاد و اینکه مردم خودشون بخوان، خودشون تلاش بکنن، خودشون دستشون رو به زانو بگیرن بگن یا علی و گلیم خودشون رو از سیلاب ظلم و جور نجات بدن، در مسیر حق تلاش بکنن. ما تا خودمون تحول پیدا نکنیم هیچ تحولی برای ما حاصل نمیشه از بیرون. بعد خداوند متعال درباره پیمان شکنی دشمنان بیان میکنه که ما توی جلسات قبل موضوع مفصل این صفحه رو اصلا بیان کردیم. بعد خدا درباره همین حتی یغیروا ما بانفسهم که خودتون باید یه تلاشی بکنید، یکی از مصادیقش رو اینجا بیان میکنه. راجع پیمان شکنی میفهمید هیچ وقت به دشمن اعتماد نکنید. دشمن امکان داره هر لحظه زیر عهد خودش بزنه، پیمان شکنی بکنه. شما باید آماده باشید. این که شما باید آماده باشید و یه تلاشی رو بکنید به این صورت خدا بیان میکنه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما تلاش بکنید بستر برای هر جور ایجاد قدرتمندی رو در جامعه فراهم بکنید. از اعدو یعنی زمینه سازی بکنید، اعداد یعنی زمینه چینی. ببین اگر قراره ما تسلیحات قوی داشته باشیم، تا اونجایی که خدا به ما اجازه میده، اون سلاحی رو که خدا به ما اجازه میده بهترین نوعش رو باید فراهم بکنیم. اعدو یعنی این. بله. اگر اقتصاد زمینه ساز قوت یک جامعه است برای اینکه در برابر دشمن بایسته، شما زمینه اقتصادیش رو هم فراهم بکنید. اگر دانش و فضاهای دانش بنیان
لازمه تو جامعه قدرت بگیره برای اینکه ما بتونیم توی دنیا حرف اول علمی رو بزنیم، برای اینکه تو دهن دشمن بزنیم. حتما از جهت علمی خودتون رو قوی بکنید، از نظر صنعتی خودتون رو قوی بکنید. اگر باید جوانان ما آمادگی نظامی پیدا بکنن، سربازی برن، این کار رو انجام بدیم. بعضی تصور میکنن مثلا سربازی یه زوریه که دولت مثلا اجبار میخواد بکنه جوانای ما، یه حرف زوری داره میزنه، یه حرف بی‌منطقیه. این نه، این ذیل این آیه است. اعدوا یعنی زمینه هر گونه قوتی رو فراهم بکنید. خب اگه خود نکرده فضای ایجاد بشه دشمن تا دم خونه ما بیاد، بعد جوان ما بلد نباشه سلاح دست بگیره، این دشمن وارد میشه دیگه. جنگ تحمیلی همیشه هست که دشمن هر لحظه میکنه جنگ تحمیلی رو بر ما ایجاد بکنه. و جالب اینجاست که توی روایتی که ذیل این موضوع هست، ادبوا اولادکم، این روایت رو ببینید چقدر روایت امیرالمومنین فرمودن، علموا اولادکم السباحة و الرمایه. این در کتاب کافی شریف هست. فرزندان خودتون رو شنا و رمایه، این تیراندازی یاد بدید. نوع این ورزش‌ها آمادگی نظامی در واقع. یه موقع شما عملیات رو از دل دریاها انجام بدید، یه موقع تو دریا باید درباره دشمن بایستید. رمایه تیراندازیه، این باید آمادگی نظامیه. در جای دیگه اسب سواری بیان شده، این در واقع یک نوع ماشین نظامیه. این آیه در واقع ترهبون بهی عدو الله، هر آنچه که باعث شه دشمن بترسه، آمادگی های نظامی. بعد توی این روایت نفرموده که علموا ابناءکم، پسراتون، میگه اولادکم. یعنی فرق نمیکنه پسر یا دختر. این دخترها هم باید آمادگی داشته باشن، چون بالاخره دشمنه. یه موقع دشمن امکان داره خدای نکرده جوانان ما رو از بین ببره، به شهادت برسونه، چند تا خانوم بمونن. اون خانوم باید از خودشون دفاع بکنن، نباید بشینن بگن ما چون خانوم هستیم هیچ گونه آمادگی نظامی نداریم برای مقابله با دشمن. خانوم‌های ما هم باید آمادگی پیدا بکنن، خانوم‌های ما هم باید سلاح یاد بگیرن. در زمان اضطرار خانوم هم باید سلاح دست بگیره، کما اینکه تو ایران قدیم خود ما اتفاق افتاد، توی اسلام هم این اتفاق افتاده. بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا انشالله ما تو بخش بعدی بیشتر خدمتتون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. این قدرت و این قوتی که امروز ما میبینیم نظامیان ما دارن، نیروهای مسلح ما دارن، و الحمدلله تو این مدت چند روزی که اسرائیل به خاک مقدس ما تجاوز کرده درس عبرتی بهشون دادن و ادبشون کردن، در واقع مصداق همین آیه است که انشاءالله این تلاش ها و این کوشش ها و این عملیات ها منجر به پیروزی ایران پر افتخار ما و نابودی اسرائیل جنایتکار بشه انشاءالله. خب دوستان عزیز، بحث و گفتگوی ما در یاد خدای امروز آیه نورانی 60 سوره مبارکه انفال هست که حالا بخشش رو بهش پرداختیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تا اینجا شاید خیلی همون بلدیم، حفظیم و عرض کردم که در آرم سپاه پاسداران عزیز ما و پاسداران گرانقدر و غیور ما که همینجا یاد میکنیم از همه شهدای نیروهای مسلح آمده. استاد بقیه آیه رو یه اشاره بفرمایید، بد نیست، بعد انشالله ارتباطش با قیام امام حسین علیه السلام رو بفرمایید. مستطعتم رو هم اشاره نکردم اینجا. ما بیانگر اینه که تا میتونید، مستطعتم یعنی هر چی میتونید که اشاره کردم. این ما در همه زمینه ها داره بیان داره میکنه، فقط زمینه سلاح نظامی نیست، سلاح قلم هم هست، سلاح آمادگی های معنوی در جامعه هست، آمادگی های فرهنگی در جامعه هست و همه چی که ما رو آماده تقابل با دشمن، اون مبارزه دائمی خستگی ناپذیر با دشمن میکنه، چه در میدان جنگ چه در همه میدان ها. بعد خدا میفرماید که من قوتن یعنی ساز و برگ جنگی و نظامی و من رباط الخیل. حتی خدا مصداق بیان میکنه، میگه ماشین افزاری که باید در برابر دشمن به کار بگیرید. حالا خیل اینجا لشکر اسبان هستش، حالا در زمان امروز اون ماشین های نظامی میتونه مصداقش باشه. هر آنچه که برای مقابله با دشمن کار شما رو راحت میکنه اونو حتما داشته باشید.
خب هدف چیه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. شما به واسطه این آمادگی‌های علمی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، همه چی دشمنتون رو میترسونید. حالا این جالب اینجاست، علامه طباطبایی می‌فرماید که خب خدا اینجا میتونست فقط بگه ترهبون بهی عدو الله، شما این کاری که انجام میدید دشمن خدا رو میترسونید. چرا میفهمید و عدوکم؟ چرا این عدوکم رو دوره میگه؟ چرا تکرار کرده؟ دشمن خدا، دشمن شما. علامه طباطبایی میفرماید که اون تجهیز نظامی سخته، ما باید بخواه پول خرج بکنیم. حالا اینجا خدا میگه خیرین کمک بکنن، پول بهشون برمیگرده، باید خرج بکنیم، باید صنعت اون پیشرفت بکنه، بالاترین و عظیمترین موشک ها، عظیمترین ماشین ها، عظیمترین مقالات علمی، همین رو باید فراهم بکنیم دیگه. برای اینکه انسان ها انگیزه پیدا بکنن، خدا فقط عدو الله رو نگفت، چون بعضی امکان داره ایمانشون نسبت به خدا کم باشه اما حس وطن دوستیشون زیاد باشه. خدا میگه ببین فقط دشمن من نیست، دشمن وطنت هم هست، دشمن ناموست هم هست. تا که بچه‌تو دوست داری بیا الان تو تجهیز نظامی کمک بکن تا بچه تو در امنیت بتونه راحت بره درس بخونه، شب راحت سر تخت بذاره و بخوابه. این یه موضوع. این پس می‌بینید خدا در واقع داره حس وطن دوستی افراد رو همینجا تقویت میکنه. و همینجاست که ما خوب این موضوع مطرح بکنیم. آیا درسته که ما برای کاهش توان نظامیمون بریم با دشمن مذاکره و معامله بکنیم؟ من همین موضوع رو میخوام به خدمت همه مردم عزیزمون بگم. گاهی اوقات این شبهه مطرح میشه، ای کاش ما تو مذاکراتمون یه دونه از حقوق مسلم خودمون داده بودیم تا اتفاقات نمیافتاد. حقوق مسلممون چیه؟ توان نظامیمونه. دشمن یکی از مواردی که بیان کرده بود، شرط گذاشته بود، میگفتش که شما باید توان موشکیتون از بین بره. شما باید اون صنعت هسته‌ایتون، من نمیگم ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم، اما صنعت هسته‌ای که حق ما، بله، هزار تا خاصیت داره. کارخونه‌های ما، صنعت ما، اقتصاد ما نیاز به جریان هسته‌ای داره. تو داروها و درمان نیاز به فناوری هسته‌ای داریم. دشمن می‌خواد این حق مسلم ما رو بگیره. حالا بعضیا میگن که شما همون حقتون رو کوتاه میومدید، حق مسلمتون رو، تا دشمن دیگه کاری به کارتون نداشت. ما میگیم تو توان نظامی، تو توان اقتصادی، تو توان صنعتی ما هیچ وقت نباید با دشمن معامله بکنیم. ما اگر ضعیف اقتصادی، ضعیف صنعتی، ضعیف نظامی بشیم، دشمن هیچ وقت با ما سر تعهدات خودش پای میز مذاکره نمیماند. دشمن تا ببینه که ما ضعیف هستیم بر ما سواره، تا همه خاک ما، تا همه ببخشید نوامیس ما رو تصرف نکنید دست از سر ما بر نمیداره. خیالتون راحت باشه. دلیلش هم تجربه. فرمایش از دلیلش هم آیات قرآن، ولن ترضی عنک الیهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. بنابراین ما توی مذاکراتمون سر توان نظامیمون کوتاه نیومدیم، سر توان صنعت و اقتصادمون کوتاه نیومدیم و پاشم مقاومت داریم میکنیم. خب من نکات دیگه هم دارم، یه جمله رو بگم و ما تنفقوا من خیر تو ادامه این آیه، چون خداوند متعال میفرماید که و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، مالی رو که در راه توان نظامیتون خرج میکنید، یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، این مال از بین نمیره، این مال به خودتون برمیگرده. اگر ما از بیت المال خرج کردیم برای توان موشکیمون، این برای امنیت مردم عزیز خود ما نیاز هست. اگر ما خرج نظامی بکنیم، خرج نظامی به خودمون برمیگرده، به اقتصادمون، به توان و قدرت جامعهمون برمیگرده. نکته آخری که شما هم دارین خوب اشاره میکنید، ببینید این ایام امام سجاد هم هست. میدونید هر امامی یک وظیفه‌ای داره. ابا عبدالله الحسین نیاز به توان نظامی داشت برای مقابله با یزید ملعون. و اوجی که در توان امام حسین بود، این توان نظامی رو ایجاد کرد. امام حسین علیه السلام خرج کردن، حتی زمین جنگی خودشون رو خریدن، همه اصحاب خودشون رو مجهز کردن، میمنه و میسره ایجاد کردن. ابوالفضل علمدار این لشکر است.
اما آیا امام سجاد علیه السلام هم در عرصه نظامی ورود کردن؟ من میخوام بگم وظیفه امام سجاد تو اون دوره سلاح دعا بود و این سلاح دعا رو به اوج رسوندن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوتی که امام سجاد در جبهه مؤمنین با دعاهای صحیفه سجادیه در برابر دشمن ایجاد کردن بسیار عجیبه. فقط من چند تا اثرش رو خیلی سریع بگم. ببین آثار در واقع قدرت مقابله امام سجاد با دشمنشون. شما نگاه کنین پیراهن امام حسین علیه السلام رو با اینکه لا اله الا الله این پیراهن 100 پاره شده بود، خیلی به امام حسین ضربه زده بودن، اما همین پیراهن رو غارت کردن. هتکت حرمتو. تلاش امام سجاد و ائمه بعدی کاری کرد پیراهن امام رضا علیه السلام چه عظمتی پیدا کرد. دعبل پیراهن رو هدیه گرفت، مردم قم حاضر شدن همه طلای خانومهای خودشون رو بدن این پیراهن مال مردم قم باشه. و دیگر یه نکته دیگه، امام حسین علیه السلام غریب بودن. دوره امامتشون کسی از امام حسین سوال فقهی نمیپرسید. در 36,000 حدیث وسائل و شیعه یک سوال فقهی از امام حسین نپرسیدن. اما تلاش و مجاهدت و مبارزه امام سجاد با همین سلاح دعا، با همین ایجاد مجالس حسینی باعث شد که امام باقر و امام صادق 40,000 شاگرد داشته باشند. نکته اینه که یک شاگرد امام صادق و امام باقر 47,000 حدیث دریافت کرده و عظمت‌های دیگری که بعد از امام سجاد در بین اهل بیت تونستن بروز بدن. واقعا همین هست. یعنی ما اگر نگاه بکنیم بعد از عاشورا، خب تا عاشورا وجود نازنین امام حسین علیه السلام رسالتی رو داشتن. بعد از عاشورا و شهادت امام حسین، عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها و سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه این رسالت بزرگ بر عهده داشتن که خب رسالت به خوبی هم انجام شد. و امروز اگر ما عاشورا داریم، اشک داریم، گریه داریم، حماسه داریم، هر چی داریم، از همون هاست که باید قدردانش باشیم. آقای هدایت از شما خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزارم که همراه بودید با یاد خدا. انشالله که یاد خدا و نام خدا و عشق و ارادت و محبت خدا همیشه در زندگی هاتون باشه و اگر این عشق و ارادت و محبت به سید الشهدا هم دارید، یقین کنید که اینها در راستای یاد و عشق و ارادت و محبت خداوند متعالی که از خدا میخوایم بیشتر بهمون بده تا این مسیر رو با قوت و قدرت ادامه بدیم. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه.